افسانه‌های بسیاری درباره مادرم وجود دارد. در بعضی از آنها او به شوهر فانی خود خیانت می‌کند و اکسیر جاودانگی را می‌دزدد تا تبدیل به الهه شود. در برخی دیگر مادرم قربانی بیگناهی است که برای نجات اکسیر از چنگ دزدان ناچار به قورت دادن آن می‌شود. مهم نیست کدام یک از این افسانه‌ها را باور کنید. مهم این است که چانگ او مادرم نامیرا شد و حالا من هم نامیرا هستم. من سکون و سکوت خانه‌ام را خوب به یاد می‌آورم. در خانه‌مان بر روی ماه فقط من بودم. مادرم بود و خدمتکاری وفادار به نام پینگ او. سراسر قصر ما از سنگ سپید درخشان ساخته شده بود. ستون‌هایی از جنس پوسته صدف داشت و سقفی با گوشه‌های زاویه‌دار که از نقره خالص ساخته شده بودند. اتاقهای بزرگش را با وسایلی از جنس چوب درخت دارچین آراسته بودند و عطر تند و تیزشان فضا را پر کرده بود. دور تا دور قصر را جنگلی از درختان همیشه سبز اسمانتوس فرا گرفته بود که گلهای سپیدشان با درخششی خیالی از میان شاخ و برگشان پیدا بود. هیچ چیز، نه پرنده ها، نه باد و نه حتی دستان من نمی توانستند گلها را از شاخه ها جدا کنند. آنها همانطور به شاخه ها چسبیده بودند که ستاره ها به آسمان چسبیدند. مادرم نرمخو و مهربان بود ولی گاهی هم کمی سرد و ساکت به نظر می رسید. گویی اندوه بزرگی بر قلبش سنگینی می کرد. هر شب پس از افروختن فانوس هایی که ماه را روشن می کردند، روی ایوان قصر می ایستاد و به جهان فانیان در آن پایین نگاه می کرد. گاهی اوقات که پیش از سپیده‌دم از خواب بیدار می شدم مادرم را می دیدم که هنوز روی ایوان ایستاده و نقش خاطره بر صورتش طرحی در انداخته است. من که نمی توانستم اندوهش را ببینم می رفتم و بازوهایم را دورش حلقه می کردم و سرم در گودی کمرش آرام می گرفت. مادرم صورتش را در هم می کشید انگار یک دفعه خوابش آشفته شده باشد. بعد موهایم را نوازش می کرد و مرا به اتاقم برمیگرداند. سکوتش نگرانم می کرد. می ترسیدم آزردهش کرده باشم. هرچند به ندرت عصبانی می شد. عاقبت پینگ او بود که برایم توضیح داد مادرم نمی خواهد کسی در این اوقات مزاحمش شود. پرسیدم چرا؟ پینگ او گفت مادرت فقدان بزرگی را تجربه کرده. سپس دستش را بلند کرد تا جلوی پرسش بعدیم را بگیرد. نمیتونم بیشتر از این چیزی بگم. تصور اندوه مادرم مرا هم اندوهگین کرد. مادرم سال هاست که همینطوره. یعنی ممکنه یه روز حالش خوب بشه. پینگ او پس از درنگی گفت بعضی زخم‌ها ریشه در درون ما دارن. اونها بخشی از وجودمون هستن و ما رو شکل میدن. و با دیدن قیافه غم زده‌ام مرا در بازوان مهربانش گرفت و آهسته تابم داد. ولی مادرت قوی تر از چیزیه که فکر میکنی ستاره کوچولو. تو هم همینطور. با وجود این تلخی‌های زودگذر من در خانه‌ام خوشبخت بودم. هرچند جای خالی چیزی در زندگیمان احساس میشد. آیا احساس تنهایی میکردم؟ شاید. با این حال فرصت کمی برای فکر کردم به تنهاییم داشتم. هر روز صبح مادرم به من درس خواندن و نوشتن می‌آموخت. مرکب را با سنگ آسیاب می‌کردم تا مایه خمیر مانند سیاه و براقی به دست آید و مادرم با حرکات نرم و زیبای قلمش یادم میداد چطور حروف را بنویسم. از درس‌هایی که یادم میداد لذت می‌بردم ولی کلاس‌های مورد علاقه‌ام کلاس‌هایی بودند که با پینگ او داشتم. نقاشیم بد نبود. قلاب دوزیم افتضاح بود. اما عاشق موسیقی بودم. چگونگی در هم تنیدن ملودی ها احساسی را در من برمی‌انگیخت که قادر به توضیحش نبودم. حالا می‌خواست حس تارهای ساز زیر انگشتانم باشد یا آوازی که بر لبانم جاری می‌شد. از آنجا که شاگرد دیگری نبود تا وقت کلاس را به خود اختصاص دهد، خیلی زود نواختن فلوت و قانون را یاد گرفتم و هنوز چند سال بیشتر نگذشته بود که از پینگ او هم جلو زدم. به مناسبت تولد 15 سالگیم مادرم فلوتی کوچک از سنگ یشم سفید به من هدیه داد و من آن را داخل کیفی ابریشمی می‌گذاشتم و از کمرم آویزان می‌کردم و همه جا با خودم می‌بردمش. آن فلوت ساز مورد علاقه‌ام بود.
آنقدر خوش صدا بود که حتی پرنده ها هم تا ماه پرواز می کردند تا به نوای آن گوش کنند. هرچند بخشی از وجودم باور داشت که شاید هم به تماشای مادرم می آیند. گاهی اوقات به خودم می آمدم و می دیدم که به مادرم خیره ماندم و محو زیباییش شدم. صورتش مثل یک بادام کشیده و زیبا بود و پوستش مانند مروارید می درخشید. ابروهای خمیده و زیبایش بالای چشمان سیاهش قرار گرفته بود. لبخند که میزد گوشه چشمهایش کمی به سمت پایین متمایل می شد و به شکل هلال ماه در می آمد. سنجاق‌های زرین لابلای چین و شکن موهای سیاهش می درخشیدند و یک گل پاونیای سرخ رنگ در یک سمت سرش خودنمایی می کرد. ردای زیرینش آبی به رنگ آسمان نیمروز بود و ردای رویش سپید و نقره‌ای و همچون آبشاری تا روی مچ پایش می آمد. کمربند قرمز روشنش به آویزهای ابریشمینی آراسته بود که سنگ یشمه کوچکی را به انتهایشان انداخته بودند. بعضی شبها همانطور که در رخت خواب دراز کشیده بودم به صدای ملایم تیک تیک برخورد سنگهای آویز کمربندش به هم گوش می دادم و راحت می خوابیدم چون می دانستم مادرم آنجاست. پینگ او به من اطمینان میداد که شبیه مادرم هستم، ولی درست مثل این بود که کسی شکوفه آلو را با گل نیلوفر مقایسه کند. پوست من تیره تر بود و چشمانم گردتر، چانه‌ام هم زاویه تیزتری داشت و چالی وسط آن بود. یعنی ممکن بود شبیه پدرم باشم؟ نمیدانستم چون هرگز او را ندیده بودم. سالها گذشت تا فهمیدم مادرم کسی که وقتی زمین می‌خوردم اشکهایم را پاک می‌کرد و دستم را موقع گرفتن قلم صاف نگه می‌داشت الهی ما هست. فانیان مادرم را ستایش می‌کردند. هر سال در جشن نیمه پاییز چیزی نذر او می‌کردند. همینطور هم در شب 15 از ماه 8، زمانی که ماه در روشن‌ترین حالت خود بود. در چنین روزی آنها برای راز و نیاز عود روشن می‌کردند و شیرینی‌های مخصوصی می‌پختند که به کیک ماه معروف بودند. کیک‌هایی که زیرشان لایه‌ای از نان ترد داشت و داخلشان با خمیر شیرین و خوشمزه‌ای از دانه‌های نیلوفر و تخم نمکسود اردک پر شده بود. بچه‌ها فانوس‌های روشن به شکل خرگوش، پرنده یا ماهی به دست می‌گرفتند که در حقیقت نمادی از روشنی ماه بودند. در این روز من روی ایوان قصر ایستادم و به جهان پایین نگاه می‌کردم و از آسمان بوی عود را که فانیان به احترام مادرم می‌سوزاندند به مشام می‌کشیدم. فانیان توجهم را به خود جلب می‌کردند، چرا که مادرم با علاقه خاصی به جهان آنان می‌نگریست. داستان‌هایشان درباره عشق، قدرت، نجات و بقا برای من جذاب بود. هرچند با وجود زندگی محدود شده‌ام درک ناچیزی از این جور چیزها داشتم. هر کتابی در این زمینه به دستم می‌رسید می‌خواندم، ولی داستان‌های محبوبم قصه‌های جنگجویان دلیری بودند که به جنگ دشمنان سهمگین می‌رفتند تا از عزیزانشان محافظت کنند. یک روز در کتابخانه بودم و لابلای تومارهای کاغذی جستجو می‌کردم که چیز درخشانی توجهم را جلب کرد. آن را بیرون کشیدم. با دیدن کتابی که تا به حال ندیده بودمش ضربان قلبم تندتر شد. از دوخت ناصاف عطف آن معلوم بود که متعلق به جهان فانیان است. جلدش آنقدر کهنه و رنگ پریده بود که به سختی می توانستم تصویر نقاشی شده از کمانداری را بر رویش ببینم که کمانی نقره‌ای را به سوی 10 خورشید در آسمان نشانه گرفته بود. وقتی چیزی شبیه پر در آنها دیدم متوجه شدم که آن گوی‌ها خورشید نیستند بلکه پرنده اند. پرندگانی که تبدیل به گوی‌های آتشین شده بودند. همانطور که کتاب قدیمی را با انگشتان لرزان به سینه‌ام می‌فشردم به اتاقم برگشتم. روی یک صندلی نشستم و در حالی که کاغذهای نازک شده را ورق می‌زدم با اشتیاق سرگرم مطالعه شدم.
شروع این داستان هم مانند بسیاری دیگر از داستان‌های قهرمانان بود. یک فاجعه بزرگ در جهان فانیان. 10 پرنده خورشیدی به آسمان رفته و زمین را سوزانده و فاجعه به بار آورده بودند. هیچ محصولی در خاک سوخته رشد نمی‌کرد و در رودهای خشکیده آبی برای آشامیدن نبود. می‌گفتند خدایان آسمان‌ها پرندگان خورشیدی را دوست داشتند و هیچ کس جرأت نداشت با چنین مخلوقات قدرتمند و ترسناکی بجنگد. درست هنگامی که به نظر می‌رسید دیگر امیدی باقی نمانده، جنگجوی دلیری به نام هوئی کمانی از جنس یخ برداشت. هوئی 9 تا از پرندگان خورشیدی را با تیر و کمان زد و فقط یکی را باقی گذاشت تا بر زمین بتابد. یک نفر کتاب را از دستم قاپید. مادرم که تون تون نفس می‌کشید با صورتی برافروخته بالای سرم ایستاده بود. ناخن‌هایش در گوشت بازویم فرو می‌رفتند. با صدای بلندی گفت: تو این را خوندی؟ خیلی کم پیش می آمد مادرم صدایش را بالا ببرد. بهت زده به او خیره ماندم و سرم را آهسته به نشانه تایید تکان دادم. مادرم بازویم را رها کرد. روی یک صندلی کنار من ولو شد و شقیقه هایش را مالید. دستم را به طرفش دراز کردم. می ترسیدم عصبانی شود و خودش را کنار بکشد. اما با دست سردش محکم دستم را گرفت. مردد پرسیدم: کار بدی کردم؟ چرا نباید این کتاب را بخونم؟ به نظر نمی آمد چیز غیر متعارفی در آن باشد. مادرم مدتی ساکت بود. فکر کردم حرفم را نشنیده، ولی سرانجام با چشمانی به درخشندگی ستارگان به من نگاه کرد و گفت: تو هیچ کار بدی نکردی. هوئی کماندار توی این قصه پدرته. احساس کردم نوری یک دفعه جلوی چشمهایم درخشید. گوشهایم شروع کردن به زنگ زدن. کوچکتر که بودم اغلب از مادرم درباره پدرم سوال می‌کردم، ولی مادرم هر بار با چهره‌ای گرفته سکوت می‌کرد تا اینکه من بیخیال می‌شدم. مادرم اسرار زیادی درون خود داشت که با من در میانشان نمی‌گذاشت. دست کم تا این لحظه در میان نگذاشته بود. در حالی که سینه‌ام سنگین شده بود گفتم: اون پدرمه. مادرم کتاب را بست و نگاهش را به جلد آن دوخت. از آنجا که می‌ترسیدم بلند شود و برود، سریع از قوری چینی برایش یک فنجان چای ریختم. چای سرد بود، ولی مادرم بی هیچ گلایه‌ای آن را نوشید. مادرم با لحن ملایمی گفت: ما توی جهان فانیان عاشق هم بودیم. پدرت خیلی تو رو دوست داشت، حتی قبل از اینکه به دنیا بیای. ولی حالا، و در حالی که با خشم تون تون پلک می‌زد حرفش را ناتمام گذاشت. دستش را به نشانه همدردی گرفتم و هم برای اینکه به او یادآوری کنم هنوز پیشش هستم. مادرم ادامه داد: و حالا تا ابد از هم جدا شدیم. به سختی می توانستم حجم افکاری را که به ذهنم هجوم می آورند مهار کنم. احساساتم غلیان کردند تا جایی که یادم می آمد پدرم در زندگی من چیزی بیشتر از یک شبح نبود. بارها خوابش را دیده بودم که سر میز با ما غذا می خورد یا زیر درختان پرشکوفه با من قدم می زند. ولی هر بار که چشم باز می کردم گرمی درون سینم جایش را به دردی ناشناس داده بود. امروز سرانجام نام پدرم را فهمیده بودم و می دانستم که دوستم داشته است. عجیب نبود که مادرم تمام این مدت در اندوه بازمانده از خاطرات خود به دام افتاده بود. پدرم چه اتفاقاتی را از سر گذرانده بود؟ آیا هنوز در جهان فانیان بود؟ من و مادرم چطور به اینجا آمده بودیم؟ پرسش‌های زیادی داشتم، اما وقتی اشک‌های مادرم را دیدم چیزی نگفتم. آه که چقدر دلم می‌خواست بدانم، اما نمی‌خواستم با کنجکاوی خودخواهانم مادرم را بیش از این آزرده کنم.